سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه‌ها امروز میخوام 0 تا 100 شیرجه رو بهتون یاد بدم. با من همراه باشید. اولین حرکت توپه که به صورت توپ مانند به سمت آب نگاه کنید. حالت نشستن میگیرید، خم میشید، میتونید بغل کنید پاهاتون رو، میتونید تک‌پا هواتون رو میگیرید. بچه‌ها این نکته رو رعایت کنید که چونتون باید بچسبه به سینه‌تون حتما، یعنی موقع شیرجه زدن حواستون باشه اگه سرتون بالا بیاد 100% با سینه میاد داخل. پس سرمو میگیرم داخل، چونه میچسبه به سینه‌ام، سرم که رفت پایین با سرم وارد آب میشه. نگاه کنید. خب بچه ها، حرکت دوم که از همه مهمتره، خب خیلی ها میترسن این حرکت انجام بدن، حرکت نشسته است. به این حالت میشینید، اصلا تو قسمت کم عمق این کار رو انجام بدید. کف پاهاتون رو قشنگ نگاه کنید، کف پاهاتون رو کاملا به دیوار استخر میچسبونید و دستاتون حالت استریم لاین میگیره. یعنی چی؟ یعنی موقعی که میخوای وارد آب بشی این دستا خارج از سرت نمیاد، فقط پشت سرت نگه میداری، دستا باز نمیشه. حالت همین حالت 90 درجه‌ای که مثل سر خوردنی که بهتون یاد دادم میدید. سر میاد پایین، بعد از اینکه سر اومد پایین حالت سر خوردن گرفتید، حالت 90 درجه گرفتید، پرتاب میشه داخل آب. نگاه کنید. خب بچه‌ها، حرکت سوم حرکت یه پا جلو یه پا عقب به سمت جلو پرتاب میشه. باید تو این حرکت پایی که به سمت عقب زانو به سمت پایین بیاد و پنجه‌ای که به سمت جلو قشنگ بیاد لب سکو. نگاه کنید. این پایی که عقب زانو به سمت پایین میاد، پنجه هم به سمت جلو. دستا حالت استریم لاین میگیره، همون حالتی که توی سری دوم بهتون گفتم، سری قبلی بهتون گفتم. دستا میاد پشت سر، به سمت پایین میاد، به سمت پایین آب سر میخورید و اینو یاد بگیرید که ببین اگر این سطح آب باشه من باید شیرجه بزنم به سمت جلو پرتاب بشم، نباید به سمت پایین برم. اگر به سمت پایین برم کاملا غلطه. پس دستم نزدیک به آب شد، یعنی بدنم میاد پایین، یه زاویه 45 درجه درست میکنه، بعد پرتاب میشم. نگاه کنید. حرکت سومی که قبلیه بهتون یاد دادم، خب همین حرکت رو بعد زاویه‌شو به سمت بالا بیارید. نگاه کنید. همین استریم لاین رو نگه میدارم، زاویه به سمت بالاتر میاد، زاویه 45 درجه رو نگر میدارم، باید به سمت پایین هدایت بشم، بعد خودم رو به سمت جلو پرتاب کنم. بچه اینو باید رعایت کنید. لحظه پرتاب باید چونه بچسبه به سینه. نگاه کنید. پرتاب میکنم خودم رو، بعدش میدونم یه برو بگیر بذار خودم. خب بچه ها، میریم حرکت آخر که از همه مهمتره، حرکت پای جفت که دیگه شیرجه‌تون کامل میشه. خب بچه ها، کاملا جفت پاهاتون نگر میدارید، دستتون حالت استریم لاین، یه زاویه 90 درجه با زانوهاتون و یه زاویه 90 درجه با بدن. ببینید از اون حرکت 45 درجه نگه دارید. پرتاب لحظه آخر جهش. نگاه کن. این 90 دوم پرتاب میکنم، بعد جهش. بچه امیدوارم از این پست لذت برده باشید. پیج منو حتما دنبال کنید. نکاتی رو بهتون یاد میدم که میتره کنید تو چنل.